سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه آموزشی از چنل من خوش اومدید. امروز اومدم براتون نحوه نصب آژیر دزگیر و لادری منفی یا همون میکرو سویچ کاپوت رو بهتون آموزش بدم که به صورت فابریکی روی خودروهای تیبا، ساینا و کویک وجود داره سیم کشیش. دوستان سوکت آژیر تو این بخشه به صورت فابریکی هستش. به آژیر رو که متصل کنین کار تمامه. توی یه سری از مدل قدیمی توی این بخش دنبالش باید بگردیم. و اما سوکت لادری منفی که خیلی ازش اطلاعی ندارن یا همون میکرو سویچ سوکتش، این بخش یه پیچ و دو پیچ باز میکنین، یه پیچ و دومی و یه خارم که اینجا هست. بعد از اینکه اینو آزاد کردین تو این بخشه، تو این بخش این سوکتشه که بهش میتونین دسترسی پیدا کنین که یه پایش منفی، یه پایش هم رفته تا خود سوکت قفل مرکزی. ولی چون اون سوکت اون پایش خالیه توی قفل مرکزی نمیتونه تشخیص بده. بیایم بریم یه ترفندی هم بهتون یاد بدم که بتونه تشخیص بده قفل مرکزیتون، که اونو قرار متصل کنیم به دزگیر و چون قفل مرکزی تشخیص میده دزگیر هم تشخیص میده. خب دوستان، این سوکت قفل مرکزی هستش که از اون بخش، این قفل مرکزی خودشه، از این بخش جداش میکنیم. ببینید اینجا الان روی این سوکت کافیه که شما سیم سفید رو متصل کنیم به سیم آبی، یا اگه رنگ بندی سیم کشیتون فرق داره دست دقت کنیم به سوکت میتونین تشخیص بدین. به این آبی که دستم گذاشتم بغل نارنجی، یعنی این آبی ها، این نه، به این متصل میکنین. بعد یعنی بغل سیم سبز، این سیم سبز، این آبیه. اینو به این سیم سفید متصل کنین، این آبیه همون از پایه های اون سوکته میاد، این سفیده هم مال لادری منفی که روی درا هستن. به این طریق شما میتونین اونو فعالش کنین که متاسفانه شرکت توی قفل مرکزی سوکتش پایش رو قرار نداده، به همین دلیل نمیتونه تشخیص بده مستقیم وصل کردنی. اونه که وصلش کنیم میکرو سویچه. به این سوکت اگه مستقیم بتونیم وصلش کنیم، موقع اتصال پایه به منفی تشخیص میده که دراتون بازه. اگه دزگیر داشته باشین که آژیر میزنه، اگر هم که قفل مرکز داشته باشین تشخیص میده دراتون بازه و هی باز میکنه، اجازه بسته شدن به شما رو نمیده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا تماشا کردین. دوستان یه نکته هم بهتون بگم، این روش توی تیبا و ساینا کویک های جواب میده که اس نیستن. اس ها چون مانیتورشون نشون میده که کدوم دروازه، اگر این کار انجام بدین به اختلال برمیخوره. باید پایه لادری منفی یا میکرو سویچ منفی رو دزگیر پیدا کنیم، به اون مستقیم این سیم رو متصل کنین. این حرکت رو اون ماشین نمیتونیم بزنیم، اگه بزنیم به مشکل برمیخوریم.